درباره رفع یدین گویید. رفع یدین برادرای عزیز برداشتن دو دست در نماز، این یک سنت است. اگر کسی اجرا کرد ثواب میگیره، کسی اجرا نکرد نمازش درست است. یعنی این یگان فرض و یک چیزی نیست که به سبب همین ما با همدیگر جنگ کنیم و از نافهمایی خیلی که سالهای پیش در کشورم همین مسئله که بعضی جوانها با بعضی داملاها جنگ و جدال می برداشتن، این خیلی مسئله نیست. یعنی باید در مسئله های فرض تشدد کنیم. ببینید مثلا با سرپوش نماز خواندن از همه مرتبه بلندی که مثلا یگان کس گفت مستحب است، از همه مرتبه پستی که گفتن مکروه است. یعنی اگر کسی همین باره گفته باشد مکروه گفتگی است، حرام نیست. برای مرد مثلا بی سرپوش نماز خواندن از همه آدمایی که سخت گرفتن مکروه گفتن، آنهایی که ترغیب کردن مستحب است، کند خوب است گفتن. لیکن نمازش نماز است، نمازش صحت است. ببینید یک موی سفید با جوانایی که بی تاقی می آمدن جنگ میکند، لیکن نبیر دخترهای خودش بی سطر رویمال ندارن، موهاش کشاده در کوچه میگه. اون فرض عین است. در سنت اگر این مستحب گوییم، در مستحب این کار میکند، لیکن در فرض این کار نمیکنه. حجاب فرض است. نبیره های خودش مثلا بی رویمال مکتب میرن یا کوچه میرن، با اون این کار نمیکنه، حرام است. کشادن عورت حرام است. خلاصه رفع الیدین سنت است برادر. اگر حتی یک آدم ترک کندم سجده سهو واجب نمیشد. برای چی؟ برای اینکه به سنتی نماز است، واجباتی نماز نیست. سجده سهو به ترکی واجب میشد. بنابراین اگر مثلا در یک کشور زندگی کنید که مردمش گوناگون باشد، در آنجا مذهب‌های شافعی و مذهب احمد و مذهب ابو حنیفه و همه مذهب‌ها باشد، رفع الیدین کردن گیرید اگر مشکل نباشد. اگر در یک کشور زندگی کنید که مردمش تنگ نظر و تنگ فهم باشند، حالی نمیفهمیده باشند، بگذار ترک رفع الیدین کنید، هم هیچ گپی ندارد. این یک سنت است برادر عزیز. در خانه در نمازهای تهجدتان رفع الیدین کنید. الله اعلم.